به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با عنوانی شیرین شروع میکنیم: اصول انتخاب در کسب و کار. این کتاب بدون هیچ مقدمه یا نوشته مترجم یک راست سراغ مطالب رفته و من هم همین کار رو برای شما انجام. آیا تا به حال به این فکر افتاده اید که کسب و کاری را راه اندازی کنید؟ به چه کسب و کارهایی فکر کرده اید؟ البته ممکن است درباره استخدام شدن در کسب و کارهای بزرگ موجود و یا کارمندی در دولت هم فکر کرده باشید. اما اگر علاقه دارید با تکیه بر خلاقیت و دانش یک کسب و کار تولیدی راه اندازی کنید، این فصل به شما کمک می‌کند تا با انواع کسب و کارها آشنا شوید. مزایا و معایب هر کدام را بررسی کنید و کسب و کاری را که ممکن است فرصت شغلی یا سرمایه گذاری بعدی شما را فراهم کند بهتر بشناسید. همچنین مطالب این فصل به شما کمک خواهد کرد تا با اصول انتخاب منطقی و تخصیص بهینه منابع در هر کسب و کار آشنا شوید. لطفاً با من همراه باشید تا این نوشته زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. درس اول: کسب و کار و کارآفرینی. وقتی در باز شد و پدر وارد خانه شد، مثل همه شب‌های این 3 ماه اخیر خسته به سمت یکی از مبل‌ها رفت تا کیفش را به دسته آن تکیه بدهد و روی مبل بدنش را رها کند. از چهره‌اش کاملا مشخص بود که هیچ کسی نباید کوچکترین حرفی با او بزند. اما مادر، خدا قوت، هلاک شدی تا این وقت شب آخه؟ پدر تنها سرش را بالا آورد و با یک لبخند تلخ به عبارت 2 پهلوی مادر جواب داد. مادر گفت حالا شام که نخوردین. بچه‌ها منتظر شما بودن که با هم شام بخوریم. پدر با صدایی بم، بیرمق و سرد گفت لباس عوض کنم و دست و صورتم رو آب بزنم و بیام. شماها برین غذا رو بکشین. مادر سریع دست ستایش و امیرحسین را گرفت و با گوشه چشم به امیرعلی اشاره کرد سریع توی آشپزخانه. مادر خطاب به بچه‌ها و با صدای کاملا آهسته توی آشپزخانه گفت کسی راجع به اسکیت و موبایل و مسافرت و اینجور چیزا حرفی نمیزنه ها. متوجه شدی؟ ستایش با ابروهای بالا رفته و معترض گفت ولی مامان، خود بابا 6 ماه پیش قولش رو به من داد. امیرحسین که از همه کوچکتر بود اخم‌هایش رو توی هم کرد و رفت نشست پشت میز شام. امیرعلی هم سری به نشان تأسف تکان داد و چیزی نگفت. وقتی پدر به میز شام ملحق شد و مادر برایش کمی عدس پلو در بشقاب کشید و کمی هم روی آن کشمش ریخت، همگی شروع به خوردن کردند. مادر گفت خب چه خبر؟ اوضاع چطور آقای مدیرعامل؟ پدر آرام قاشق ماست خورده‌اش را کنار بشقابش گذاشت و انگار که بخواهد جواب مادر را غیر مستقیم بدهد به بچه‌ها گفت بچه‌ها دیگه از امشب همه حرفایی رو که بهتون زده بودم فراموش کنید. نه ماشینی در کاره و نه پلی استیشن و نه موبایل. تازه فکر کنم همین ماشینمون رو هم باید بفروشیم. امیرعلی که دیگر صبرش لبریز شده بود گفت آخه پدر من، همه کارخونه و کارگاه دارن و ما هم کارگاه داریم. از وقتی که شما این کارگاه رو زدین ما وضعمون بهتر نشده که هیچ، بدتر هم شده. من همون روز اول بهتون گفتم اگه با این پول ارث پدرجون یه فست فودی کترینگی چیزی میزدیم الان اوضاع زندگیمون این نبود. مادر با صدای پرطنین و عصبانی گفت این حرفا به شما نیومده بچه جون. شما اگه فکر میکنی خیلی مرد شدی همون کاری که وظیفته درست انجام بده. به جای مشاوره اقتصادی درست رو بخون که بعد از هر کارنامه نشینی آسمون ریسمون ببافی که این نمره به خاطر فلان و بهمان کم شد. امیرعلی گفت شما پدر و مادرها همیشه وقتی که ما
حرف حق میزنیم میگین بچه ایم، ولی وقتی نوبت به کارخونه و خرید و اینجور چیزا میرسه میگین که مرد شدی و بزرگ شدی. پدر که حتی توان عصبانی شدن هم نداشت با آرامی گفت رئیس کارخونه و کارگاه شدن که فقط به امر و نهی کردن و ماشین و ویلا خریدن نیست که. عشق میخواد. من بعد از 50 سال زندگی خودم میفهمم که چه کاری دردسرش کمتره و پرسودتر. اما میدونی که وقتی رزق و روزی 20 خانوار از طریق تو بهشون میرسه چه لذتی داره؟ انگار دنیا رو بهت دادن. یادته وقتی امیرحسین 5 سالش بود یه بار خودت نهار درست کردی و بعدش گفتی اگر هرچی اصرار کنین دیگه آشپزی نمی کنم؟ از بس که سخته؟ ولی وقتی داداشت به خاطر مزدش ازت تشکر کرد به مامان گفتی خستگیش از تنم رفت و دوست دارم آشپزی کنم. این یعنی عشق. من عاشق تولید کردن و ساختنم. من از اینکه خانواده‌ام به جای 3 تا بچه 40-50 تا بچه داشته باشه لذت میبرم. حالا هم که بهتون میگم از فکر چیزای اضافه بیایم بیرون، به خاطر اینه که 3 ماه فروش نداشتیم و من نتونستم حقوق کارگرامو درست پرداخت کنم. اونا الان سر سفره‌هاشون شاید همین عدس پلو و ماستی که ما میخوریم و نداشته باشن. حرفهای پدر که به اینجا رسید بغض گلویش را گرفت و از سر میز شام بلند شد و رفت. این شرایط آنقدر برای امیرعلی و ستایش تاثیرگذار بود که از گردی چشمان و ابروهای بالا رفته آنها به راحتی قابل تشخیص بود. حرفهای پدر تا نزدیکی‌های صبح در سر امیرعلی میچرخید و او داشت به این فکر میکرد که چطور میتواند برای این مشکل پدر راه حلی پیدا کند تا او را از این شرایط سخت نجات بدهد. داستان از این قرار است که آقای محمدی بر سر به کار گرفتن ارثیه‌ای پدری با همسر و 2 فرزند بزرگترش امیرعلی و ستایش پسر و دختر دوقلوی 16 سالش مشورت کرد و به 4 پیشنهاد رسیدند. پیشنهاد ستایش خرید سکه، پیشنهاد مادر سرمایه گذاری در بورس، پیشنهاد امیرعلی راه انداختن یک فست‌فود یا کترینگ و پیشنهاد پدر هم تأسیس یک کارگاه تولیدی بود. از وقتی که پدر به پیشنهاد خودش عمل کرد امیرعلی و ستایش خیلی ناراحت شدند، چون حس می‌کردند که هیچ وقت حرف‌هایشان جدی گرفته نمی‌شود. برای همین تصمیم گرفته بودند هر طور که هست خودشان را به پدر و مادر ثابت کنند. گفتگو تا در کلاس. 1. آیا تا به حال به فکر کسب درآمد بوده اید؟ 2. علاقه شغلی شما در چه زمینه است؟ چه توانایی هایی دارید؟ 3. چه شغلی را برای خودتان مناسب می دانید یا آن را می پسندید؟ 4. اگر در تعارض بین علاقه بیشتر و درآمد بیشتر گرفتار شدید کدام را انتخاب می کنید؟ و 5. آیا به کارمندی و شغل‌های دولتی علاقه دارید یا اینکه دوست دارید خودتان مالک یک کسب و کار باشید و وقتتان را به کسی نفروشید؟ نقشه راه. ما در این درس به دنبال این هستیم که با نقش کارآفرینان در راه اندازی یک کسب و کار آشنا شویم و بدانیم که یک کارآفرین موفق باید بتواند هزینه‌ها و درآمدهایش را درست محاسبه کند. بنابراین در پایان این درس خواهیم نوشت درباره اینکه چرا و چگونه کارآفرینان یک کسب و کار راه می‌اندازند توضیح دهیم. درباره ویژگی‌های یک کسب و کار و کارآفرینان بحث کنیم. سود و زیان یک کسب و کار را شناسایی کنیم. طرح مسئله. روزانه هزاران کسب و کار جدید در دنیا متولد می شود و هزاران کسب و کار می میرد. در ایران سالانه بیش از 100,000 شرکت ثبت می شود. این شرکت ها کارآفرینان یا مؤسسهایی دارند که آنها را تأسیس می کنند تا با تولید کالا و خدمات و رفع نیازها و خواسته های مردم سود ببرند. کارآفرینان با کار و تلاش خود از کسب و کارها مراقبت می کنند که البته این کار چندان آسان نیست و چرا که بسیاری از کسب و کارهای نوپا عمر کوتاهی دارند.
به طوری که تنها نیمی از آنها میتوانند از 6 سالگی عبور کنند و به کارشان ادامه بدهند. با اینکه احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب و کار وجود دارد، احتمال موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست و این انگیزه لازم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان را همواره زنده نگه می‌دارد. در این درس درباره دلیل ایجاد کسب و کارها و نقش کارآفرینان در تولد و زنده ماندن آنها بیشتر می‌آموزیم. پلکان کار و رشد. یک کارآفرین موفق ضرورتاً از ابتدا حتی کارآفرین نبوده است، اما حرکت با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت‌های خود و اتفاقات اطراف او را قدم به قدم از سطوح ابتدایی کار به درجه‌های بالای آن می‌رساند. مصداق جذاب این موضوع میر مصطفی عالی نسب است. کار او آنقدر بالا می‌گیرد که حتی داستان او را در صفحات معتبر مجازی بیابید و بخوانید. داستان زندگی او داستان همه ماست. نقش کارآفرینان. 20 سال پیش هیچ کس درباره شبکه‌های اجتماعی چیزی نشنیده بود. امروز در ایران از هر 10 نفر 6 نفر از یکی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. داستان این تفاوت چشمگیر چیست؟ جواب ساده است. 20 سال پیش هیچ شبکه اجتماعی وجود نداشت چون کسی هیچ شبکه‌ای راه اندازی نکرده بود. برای اینکه شبکه‌ای وجود داشته باشد کسی باید نقش کارآفرین را بازی کند. کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری محصولات جدیدی تولید و عرضه می‌کند یا راه‌های جدیدی برای تولید کشف می‌کند. کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت‌های کسب و کار دارند که دیگران از مشاهده آن ناتوانند و یا به ذهنشان خطور نمی‌کند. آنها شجاعتی برای شروع یک سرمایه‌گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند. آنها ایده‌های خود را امیدوارانه به کسب و کارهای سودآوری تبدیل می‌کنند. عده خاصی از افراد می‌توانند یک کسب و کار جدید را راه اندازی کنند. کسی که می‌خواهد کارآفرین باشد باید مهارت‌های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم کالا یا خدمتی را تولید کند. به همین دلیل کارآفرینی به تلاش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد. کارآفرین لازم است تا آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب درباره موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت‌گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبرو شود. شهد و شکر. تجارت بوق حمام می‌کند. در قدیم رسم بود که هنگام سحر با آماده و گرم شدن حمام عمومی محل، استاد حمامی در پوست صدفی می‌دمید که صدای خوش از آن برمی‌خاست و مردم را به حمام دعوت می‌کرد. مردم با شنیدن صدای بوق حمام متوجه می‌شدند که حمام گرم و آماده است. بازرگان پسری داشت که او هم دلش می‌خواست تاجر شود و مثل پدرش کسب و کاری پر رونق داشته باشد. روزی پسر قصد خود را به پدر گفت و پدر از اینکه پسرش بزرگ شده و می‌خواهد خودش تجارت کند شاد شد و مقداری سرمایه به او داد. پسر بار سفر را بست، رفت تا به سرزمینی رسید که دریایی زیبا و ساحلی پر از صدف داشت. پسر وقتی صدف‌ها را دید متوجه شد که با این صدف‌ها بوق حمام درست می‌کنند. جوان ساده دل از رهگذری قیمت صدف‌ها را پرسید. رهگذر که مردی رند و حیله‌گر بود وقتی ساده لوحی جوان را دید قیمتی پیشنهاد کرد. جوان شادمان پول را به مرد آبر داد و مقدار زیادی صدف جمع کرد تا با خود به شهرشان بیاورد و از فروش آنها سود بسیار به دست آورد. جوان هم صدف‌ها را به شهر خود آورد تا با آنها بوق حمام بسازد، غافل از اینکه هر حمام فقط یک بوق می‌خواهد و هر حمامی هم
بوقی برای خودش دارد و چند سال طول می‌کشد تا یک حمام جدید ساخته شود که به بوق نیاز داشته باشد. فوت کوزه‌گری جلد اول صفحه 328. اما اگرچه هر فردی یک تاس و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، اما کارآفرینان موفق ویژگی‌های مشابهی دارند که به آنها در کسب و کارشان کمک می‌کند. ویژگی‌های مشترک کارآفرینان موفق: تیزبین، فرصت‌های کسب و کار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند می‌بیند. نوآور، ایده‌ها را به محصولات جدید، فرآیندها و یا کسب و کارهای جدید تبدیل می‌کند. ریسک‌پذیر، پس‌انداز و خوشنامیشان را با شجاعت و تدبیر به میدان می‌آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه‌اندازی کنند. خوشبین، کارآفرینان واقع‌بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موقعیت اقتصادی هستند. پرانگیزه، نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند. یادگیرنده، از کارشناسان، همکاران و مشتریان می‌آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می‌دهند. سازمان دهنده، منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می‌کند. فعالیت گروهی در کلاس: پس از آنکه متن زیر توسط معلم خوانده شد، به گروه‌های 6 نفره تقسیم شوید و سپس بگویید شما کدام گزینه را انتخاب می‌کنید. فرض کنید که شما پس از چندین سال تلاش‌های شبانه روزی و درس خواندن و زحمت کشیدن به تازگی رئیس بهترین بیمارستان خصوصی کشور شده‌اید. رسیدن به این موقعیت آرزوی بسیاری از افراد متخصص است که شما آن را با تلاش شخصی خود و به خاطر شایستگی‌هایتان کسب کرده‌اید و سرانجام اقبال به شما رو کرده و به قول قدیمی‌ها سکه به نام شما خورده است. هنوز 2 سالی از این اتفاق نگذشته است که سر و کله یک ویروس بسیار مرموز در دنیا پیدا می شود: کووید 19 یا همان کرونا ویروس. دولت به همه بیمارستان‌های خصوصی دستور داده است که یا باید بیماران کرونایی را پذیرش کنند یا اینکه مبلغی را به عنوان کمک به مقابله با این ویروس به بیمارستان‌های پذیرش کننده بیماران کرونایی پرداخت کنند. آن هم نه یک بار، بلکه به صورت مستمر و ماهیانه. این مبلغ نیز رقم قابل توجهی است. موضوع را در هیئت مدیره بیمارستان مطرح می‌کنید. شریک شما که در بیمارستان سهام دارد می‌گوید در صورت پذیرش بیمار کرونایی او سهمش را می‌فروشد و دیگر با شما همکاری نمی‌کند. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره می‌گوید اگر رسانه‌ها متوجه شوند چه؟ نماینده بخش پرستاران با اضطراب می‌گوید جان مردم اولویت دارد اما ما هم دوست داریم زنده بمانیم. از طرف دیگر سهام بیمارستان‌هایی که بیمار کرونایی دارند در بورس افت چشمگیری داشته است. میزان مراجعات مردم به بیمارستان که 70% درآمد بیمارستان را تامین می‌کرده تقریباً به 1/10 کاهش پیدا کرده و شما با مشکل تامین مالی مواجهید. با توجه به این شرایط شما کدام یک از تصمیمات زیر را می‌گیرید؟ چرا؟ لطفاً دلایل تصمیم و عواقب آن را برای خودتان یادداشت کنید و تصمیم دوستانتان را نقد کنید. 1. در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌کنم که بیمارستان ما محیطی کاملاً امن و سالم دارد و هیچ بیمار کرونایی در آن وجود ندارد و هر کسی که نیازمند خدمات درمانی است می‌تواند با خیال راحت به بیمارستان مراجعه کند. سپس متناسب با مبلغ کمک ماهیانه به بیمارستان‌های دیگر به مبلغ ویزیت‌های درمانی خود اضافه می‌کنند. 2. بلافاصله یک بیمارستان صحرایی را در انتهای حیاط بیمارستان تأسیس می‌کنم که ورودی جداگانه داشته باشد و هیچ ارتباطی با محیط بیمارستان نداشته باشد. برای این کار از ارتش نیز درخواست کمک می‌کنم. 3. با مصاحبه در یکی از بخش‌های خبری به شرح اتفاقات هیئت مدیره می‌پردازم و می‌گویم به حکم انسان دوستی و علاقه به هم میهنانم تصمیم گرفتم تا بیماران کرونایی را
پذیرش کنم و در آخر هم از مردم درخواست دعای خیر دارم. 4. میدانم که با پذیرش کرونایی‌ها خیلی از موفقیت‌هایی که تاکنون کسب کردم از بین می‌رود، اما امید دارم که بعد از گذشت از بحران اوضاع بهتر می‌شود. این یک ندای قلبی است. 5. با وام گرفتن از بانک بخش تحقیق و توسعه بیمارستان را تقویت می‌کنم تا روی این بیماری تحقیق کنند و به یک راه حل برای شکست آن دست پیدا کنند و البته تا رسیدن به نتیجه ترجیح می‌دهم به بیمارستان‌های دیگر کمک مالی ارائه کنم. 6. پس از کسب تجربه‌های بیمارستان‌های دیگر سعی می‌کنم با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودم و همکارانم و نیروهایم به صورت کاملا محدود هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی بیماران کرونایی را پذیرش کنم تا شرایط بعد از پذیرش را بتوانم بهتر ارزیابی کنم. 7. موفقیت من در گرو رضایت همه همکاران و نیروهای من است. پس تلاشم را می کنم تا جایی که ممکن است به سرمایه‌گذاران و پرستاران و هیئت مدیره اطمینان خاطر ببخشم و به آنها اثبات کنم که برایم مهم هستند. هر کدام از جوابها به یکی از ویژگی‌های مشترک کارآفرینان موفق برمیگردد. شما به کدام یک نزدیکتر هستید؟ به گزینه‌های جدید هم فکر کنید. هزینه‌های تولید درآمد و سود. یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست باید هزینه‌ها و درآمدهایش را محاسبه کند. شما به عنوان کارآفرین برای تولید محصولات خود، اهم از کالاها یا خدمات، به ناچار باید هزینه کنید. باید محلی را به عنوان کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجاره کنید و همچنین ماشین‌آلات و سایر ابزارها و سرمایه‌های فیزیکی را تهیه کنید. همچنین باید مواد اولیه بخرید و نیز تعدادی کارگر و کارمند استخدام کنید. پولی را که شما برای تولید صرف می‌کنید هزینه‌های تولید می‌نامند. برای مثال اگر تولید کننده گندم باشید تا قبل از رسیدن به آیدی و خرمن هزینه‌هایی را متقبل می‌شوید. این هزینه‌ها در واقع همان پول‌هایی که برای خرید یا اجاره عوامل تولید به صاحبان آنها می‌پردازید. مثلا زمین را در اختیار می‌گیرید تا در آن به فعالیت کشاورزی بپردازید. در مقابل به صاحب زمین که ممکن است یک شخص یا سازمان یا دولت باشد اجاره می‌پردازید یا نیروی انسانی را به کار می‌گیرید و در مقابل به کارگران و کارمندان خود مزد یا حقوق می‌پردازید. همچنین از سرمایه فیزیکی مثل تراکتور یا گاوآهن و گاو برای فعالیت تولیدی خود استفاده می‌کنید و قیمت یا اجاره ابزار تولید را نیز به صاحبان آن می‌پردازید. به این ترتیب در پایان تولید همه محصول و سود و زیان هرچه باشد به شما که صاحب یا صاحبان کار هستید میرسد. شما با فروش محصولات خود درآمد به دست میآورید. اگر میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد میگوییم شما به عنوان تولید کننده از فعالیت خود سود بردید. میزان سود برابر است با تفاوت درآمد و هزینه. کل محصول که میشه ضرب در قیمت برابر با درآمد میشه و هزینه ها منهای درآمد سود یا زیان رو به ما میده. اگر درآمدهایی به دست آمده از هزینه‌های تولید کمتر باشه کسب و کار شما دچار ضرر و زیان می‌شود. بنابراین تلاش می‌کنید با افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها از وضعیت زیان دوری کنید. شما ممکن است بتوانید با صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری مثل پرهیز از استخدام نیروی کار غیر لازم یا صرفه‌جویی در مواد اولیه و انرژی یا جلوگیری از ریخت و پاش‌ها هزینه تولید را بدون اینکه از میزان تولید کم کنید کاهش دهید. از سوی دیگر می‌توانید برای محصولات خود بازار خوبی فراهم کنید و کالاهایتان را با قیمت مناسب بفروشید. کسب درآمد حلال. ممکن است در محله و یا روستای خود افرادی را بشناسید که درآمدشان زیاد است و خانه و خودرو گران قیمت دارند اما در میان مردم بدنامند. اگر سراغ آنها را از مردم درست کار بگیرید به شما هشدار می‌دهند که با آنها نشست و برخاست نکنید.
این دست از انسان‌ها معمولاً راه‌هایی را بلدند که می‌توانند به قول خودشان از کاه کوه بسازند یا از آب کره بگیرند. آنها معمولاً از راندها و موقعیت‌هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می‌آورند سوء استفاده می‌کنند و به درآمدهای کلانی دست می‌یابند. معمولاً به دنبال ارزان خریدن و گران فروختنند و خرید و فروش برخی از کالاها در انحصار آنهاست. اگر کسی بخواهد با آنها وارد رقابت اقتصادی شود، با انواع شگردها او را از پای در میآورند و سود خودشان را حفظ میکنند. این افراد معمولاً به کسب و کارهای حرام اشتغال دارند، مثلا با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آنها سودهای سرشار میبرند یا برای سود بیشتر کتاب‌ها یا فیلم‌های مبتذل و غیر اخلاقی را تولید و منتشر می‌کنند یا کالایی را برخلاف آنچه هست به مشتری نشان می‌دهند تا مشتری را فریب دهند. اهل رشوه دادن و رشوه گرفتنند و با رباخواری امورشان را می‌گذرانند. از آنجا که معمولاً دست این افراد در روستاها و محله‌های کوچک زود رو می‌شود، آنها ترجیح می‌دهند به شهرهای بزرگ کوچ کنند تا آسان‌تر به فعالیت‌های خود بپردازند. این افراد نه تنها با فعالیت‌های غیرقانونی و غیر شرعی به همراهانشان ظلم می‌کنند، بلکه برکت را نیز از زندگی خودشان دور می‌کنند و اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می‌دهند. آیا به نظر شما هدف وسیله را توجیه می‌کند؟ چه نسبتی بین این پرسش و متن بالا وجود دارد؟ درس زندگی: کم می‌فروشم تا مشتری شوید. من یک کم فروش بودم. به نظرم کم فروشی شغل بدی نیست. اگر خواستید این شغل را برای آینده کاری خود انتخاب کنید، چند پیشنهاد دارم. اول اینکه در جنستان آب ببندید. مثلا به ازای یک بطری شربت یا شیر یک استکان آب اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یک دست شود. بعد بفروشید. یا اگر خواستید مغز گردو بفروشید، چند ساعت مغز گردوها را در آب بخیسانید تا وزن بگیرد. بعد بفروشید. به این ترتیب می توانید آب را به قیمت مغز گردو بفروشید. اگر خواستید شیرینی بفروشید، شیرینی را با جعبه‌اش با هم روی ترازو بگذارید و سعی کنید جعبه‌ها سنگین باشند. اگر خواستید کالاهایی مثل گندم و برنج و حبوبات را بفروشید، پیمانه را کاملا پر نکنید. در کنار همه این روش‌ها می توانید ترازویتان را هم دستکاری کنید تا مثلا کالای 1 کیلویی را 1 کیلو و 200 گرم نشان دهد. روش‌های متنوع زیادی هست که من همه آنها را تجربه کردم. اگر راهنمایی‌های بیشتری خواستید در خدمتم. فقط باید زحمت بکشید، یک تا که پا تشریف بیاورید جهنم. چرا؟ چون من مردم. آها، یادم رفت بگویم، من قرنها پیش مردم. من یکی از کم‌فروش‌های قوم حضرت شعیب بودم که به مردم ستم فراوانی روا داشتم. پیامبر ما بارها گفته بود که کم‌فروشی آخر و عاقبت ندارد. گوش ندادیم و شد آنچه نباید میشد. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. سوره هود آیه 85. 1. مشخص کنید از موارد زیر کدام مورد کارآفرینی است. برای پاسخ خود دلیل بیاورید و از آن دفاع کنید. کار در مغازه ساندویچ فروشی شخصی، تدریس در مدرسه دولتی، عضو نیروی فعال در ارتش شدن، راه اندازی خدمات باغبانی در منزل. 2. فرض کنید دوست شما علاقه‌مند به راه اندازی کارگاه ساخت اسباب بازی برای کودکان است. با توجه به ویژگی‌های او و ویژگی‌های کارآفرین موفق، در مورد اینکه این ویژگی‌ها چگونه به او در حل مشکلاتش کمک خواهد کرد توضیح دهید. خطرپذیری، خوشبینی، پرانگیزگی، سازماندهی. 3. امیرعلی و ستایش بعد از اتفاق آن شب دست به کار شدند و تصمیم گرفتند که به هر قیمتی به پدر و مادرشان نشان بدهند که آنها دیگر بچه نیستند و شاید در برخی موارد
بهتر از بزرگترها تصمیم میگیرند. برای همین با تلاش فراوان اطلاعات زیر را از کارگاه تولیدی پدرشان آقای محمدی به دست آوردند. خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه 100 میلیون تومان، پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری و مالیات سالانه 800 میلیون تومان. دستمزد ماهیانه هر کارگر 2 میلیون تومان، مجموعاً 20 کارگر. درآمد سالانه 2.5 میلیارد تومان. لطفاً حساب کنید که کارگاه تولیدی آقای محمدی در طول یک سال سوده است یا زیانده. تحلیل کنید. کسب و کار و انگیزه راه اندازی آن چیست؟ کارآفرین موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟ سود و زیان کارآفرینی و کسب و کار تولیدی چیست؟ اما ما دیگه وقتی نداریم. به درس دوم انتخاب نوع کسب و کار رسیدیم که دیگه نمیشه ادامه داد و وایسمون خیلی کوتاه بود. این جزوه درسی مدیریت و کارآفرینی هستش از دانشگاه علم و صنعت تهران که به صورت جزوه قابل تأمل و قابل بررسی از دانشگاه بیرون اومده. امیدوارم که بتونید این جزوه رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. خیلی خیلی در کارآفرینی و کسب و کارتون بهتون کمک میکنه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.